به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی بسیار زیبا شروع میکنیم. کتاب چاکرا، نویسنده اوشو و مترجم آقای شهروز رشید. انرژی و نیروی رهایی بخش پیکرهای لطیف. نشر آفتاب، ناشر سانسور شده ها و نشر بی سانسور در نروژ این کتاب رو در سال 1397 خورشیدی چاپ کرده. همه حقوق برای نویسنده محفوظ هستش. این کتاب عنوانهای بسیار زیبایی داره که من از ابتدا شروع میکنم به خواندن. لطفاً با من همراه باشید که این کتاب زیبا رو با هم دیگه کشفش کنیم. انسان یک رنگین کمان است. 7 رنگ توامان. این زیبایی اوست و مشکل او هم هست. انسان لایه‌های بسیار و بعدهای بسیار دارد. وجود او ساده نیست، بسیار مرکب است و از این در هم تنیدگی هماهنگی زاده می شود. آهنگی ایزدی. نکته نخست برای درک انسان این است که او هنوز نیست. تنها یک امکان است، یک ظرفیت. می تواند باشد. عهد و پیمان است. فقط سگ هست، صخره هست، خورشید هست. انسان می تواند باشد. ترس و رنج از اینجا برمیخیزد. انسان ممکن است به زیان برود. یقینی وجود ندارد. می تواند شکوفا شود. ممکن هم هست که شکوفا نشود. ترس و لرز و شک و تردید درونی از اینجا برمیخیزد. چه کسی می تواند به من اطمینان دهد که توانا به این کار خواهم بود؟ انسان پلی میان حیوان و الوهیت هست. حیوانات بی اندازه خوشبختند. طبیعتاً خود این را درک نمی کنند. آنها آگاهانه خوشبخت نیستند، اما بی اندازه خوشبختند. بدون نگرانی، بدون عصبیت. خدا بی اندازه خوشبخت و آگاه است. انسان دقیقاً میان این دو است. در فضایی خالی از هوا، در نوسان بودن یا نبودن. میگویم انسان یک رنگین کمان است، چرا که رنگین کمان چشم‌اندازهایی روشن به تو میبخشد تا بتوانی انسان را درک کنی. از پسترین حالت تا رفیع‌ترین حالتها. رنگین کمان 7 رنگ دارد. انسان 7 مرکز وجودی. تمثیل 7 بسیار کهن است. در هند این تمثیل فرم چاکرا را به خود گرفته. پایین ترینشان مولادهار و بالاترینشان ساهاسرار و میان این دو 5 پله، 5 چاکرای دیگر قرار دارد و انسان باید از این 7 چاکرا گذر کند. 7 پله تا خدا. به طور متعارف در بند پست‌ترین اینها هستیم. 3 چاکرای نخست، چاکرای ریشه، چاکرای خاجی و چاکرای ستاره‌ای. چاکراهای حیوانی هستند. وقتی در 3 چاکرای نخست زندگی می‌کنی، تفاوتی با حیوان نداری و از این رو دست به جنایت می‌زنی. نه اینکه در واقعیت جنایت می‌کنی. جنایت می‌کنی چون توانا نیستی آن باشی که باید باشی. امکانها را می‌سوزانی. وقتی دانه‌ای تبدیل به گلی نمی‌شود، جنایت می‌کند. نه در مقابل دیگری، بلکه در حق خود. و گناهی که انسان بر خود روا می‌دارد بزرگتر است. در واقعیت امر هم وقتی در رابطه با دیگران گناه می‌کنیم که نخست در رابطه با خودمان به خطا رفته باشیم. در 3 چاکرای نخست مسئله بر سر خوردن، پول، قدرت، سروری و سکس است. خوردن پسترینشان است و سکس بالاترینشان. غذا پسترین نیاز زندگی است.
بلنده فقط می‌خواهد زنده بماند. هدفی ندارد. می‌خوری تا زنده بمانی. زنده‌ای تا بخوری. این پسترین امکان است. پسترین فرم زندگی، زندگی آمیب است. آمیب فقط می‌بلعد. همین. یک آمیب زندگی جنسی ندارد. آمیب نماد روشن پسترین انسان است. آمیب اندامی به غیر از دهان ندارد. کل اندام او یک دهان است. برخی از انسان‌ها در این مرحله پست زندگی می‌کنند. مسئله بر سر تنها بقا نیست، بلکه بقا برای امری با معنا باید باشد. بقا امری ضروری است، اما نه برای خود بقا، بلکه تنها یک پل و وسیله است. نوع دوم انسان که اندکی از انسان بلنده رشد یافته‌تر است، انسان تشنه قدرت، سیاستمدار است. او می‌خواهد بر انسان‌ها سروری کند. اما چرا؟ او در ژرفای وجودش خود را مادون می‌بیند. می‌خواهد به تمام جهان نشان دهد من کسی هستم. من می‌توانم فرمان برانم. تو را از جای خود بروبم. او برای خود جایی نیافته است. بدین سبب می‌خواهد کل عالم را جاکن کند. غرق در خویش است و در تمام جهت‌ها می‌تواند به جنبش درآید. اگر به پول رو کند، پول جمع خواهد کرد. پول تبدیل می‌شود به سمبل قدرت. اگر به سیاست رو کند، دست بردار نخواهد بود تا تمام مراحل ترقی را تا آخر طی کند. انسان حقیقی تلاش می‌کند، نه دیگری، که خود را فتح کند. می‌خواهد خود را بشناسد. نمی‌خواهد با پر کردن شکافی در درون خود بر دیگران فرمان براند. انسان حقیقی آزادی را دوست می‌دارد، برای خود و نیز برای دیگران. سومین موقعیت سکس است و به باور من سکس بهتر از خوردن و سیاست است، چرا که کیفیتی بالاتر از آن دو دیگر دارد. قسمت می کند، چیزی رفیع‌تر دارد. در خوردن تنها می گیری، چیزی را قسمت نمی کنی. با سروری کردن ویران می سازی، چیزی نمی آفرینی. سکس عالی ترین امکان است در سطح پست. قسمت می کنی، انرژی خود را می بخشی و خلاق هستی. در هستی حیوانی رابطه جنسی بالاترین ارزش است و انسان‌ها در جایی از این سه چاکرا در حبسند. چهارمین چاکرای آناهاتاست. سه چاکرای نخست حیوانی‌اند و سه چاکرای آخر ایزدی و میان این دو چاکرای چهارم آناهاتا چاکرای قلب است. نیلوفر دل، چاکرای عشق و این پل است. عشق پل میان حیوان و الوهیت است. تلاش کن این را از ژرفای جان درک کنی، چرا که این خود تمام پیام کبیر است. در زیرنویس کبیر را معرفی کرده. کبیر شاعر و قدیس هندی بود که سروده‌ها و نوشته‌هایش در جنبش بهکتی تأثیرگذار بود. در قرن 15 میلادی در دوره گورکانیان هند میزیست. مهمترین اثر کبیر کتاب بیجک به معنی جوانه است که در بردارنده دیدگاه‌های عرفانی اوست. کبیر به دنبال انسانی کامل و جهانی بود و از تعصب ادیان و مذاهب و گروه‌ها و نژادها بیزاری می‌جست. رابیندرانات تاگور، شاعر هندی، 100 شعر از اشعار کبیر را در کتابی با عنوان ترانه‌های کبیر به انگلیسی ترجمه کرده است. این کتاب را لیلا فرجامی به فارسی برگردانده است. در اشعارش سروده است: خدا را جستجو کردم در کنایس یهود و در
جانب دیوار غربی در کلیساهای نصرانی بر روی صلیب در پی او می‌گشتم. به توپه محل عبادت بوداییان رفتم و به پرستشگاه‌های هندیان سر کشیدم. به مسجد رفتم، به کعبه، در معبد او را جستجو کردم و در مراسم و قربانی‌ها، در نماز و یوگا خدا را طلبیدم، تا اینکه ندای خدا را شنیدم که به من میگفت: ای بنده من، کجا را جستجو میکنی؟ من کنار تو هستم. اگر تو جوینده حقیقی باشی، مرا میبینی، مرا در لحظه ای از زمان دیدار خواهی کرد. پیام عشق پایین تر از قلب. انسان یک حیوان است. بالای قلب موجودی الهی است. تنها در قلب است که انسان موجودی انسانی است. به همین سبب انسانی که میتواند احساس کند، عشق بورزد، راز و نیاز کند، گریه کند، بخندد، قسمت کند، بتواند همدردی کند، انسانی حقیقی است که در او بشریت طلوع می کند که نخستین اشعه خورشید در او دمیده شده است. پنجمین چاکرا چاکرای ویسودهی است و ششمین چاکرا آجناست و هفتمین چاکرا سهاسراست. با پنجمین چاکرا عشق مراقبه‌ای تر می شود. بیشتر شبیه راز و نیاز. با ششمین چاکرا عشق دیگر یک رابطه نیست. حتی راز و نیاز هم نیست. به موقعیتی وجودی تبدیل شده است. چنان نیست که انگار تو کسی را دوست می‌داری. نه، اکنون چنان است که گویی خود تو عشق هستی. مسئله بر سر عشق ورزیدن نیست. انرژی تو عشق است. این خارج از اختیار توست. اکنون عشق جریانی طبیعی است. عشق به مانند نفس کشیدن است. موقعیتی بی قید و شرط. با چاکرای هفتم سامادهی ساهاسرا می آید. تو به خانه باز آمده ای. در الهیات مسیحی هم می توان این داستان تمثیلی را باز یافت. آنجا که خدا جهان را در 6 روز آفرید و روز هفتم به استراحت پرداخت. این 6 روز 6 چاکراست. 6 موقعیت وجودی. هفتمین آرامش است. به خانه باز آمدن، استراحت است. این تمثیل خوب فهمیده نشده است. مسیحیان، خاصه یزدانشناسان مسیحی، هرگز به ژرفا نمی‌روند. درک آنها سطحی می‌ماند. در بهترین حالت منطقی، نظری، اما هرگز امر جوهری را لمس نمی‌کنند. خداوند جهان را آفرید، نخست ماده را آفرید و آخر سر انسان را. در طول 5 روز تمام چیزهای دیگر، ماده، حیوان، پرنده. در روز 6 مرد را آفرید و در آخرین لحظه روز 6 زن را آفرید. این داستان بسیار نمادین است. زن آخرین آفریده است. مرد نیست که آخرین آفریده است. و این تمثیل حتی زیباتر است وقتی که گفته می شود که زن از مرد آفریده شده. به این معناست که زن ظریف شده مرد است، فرم صیقل یافته مرد. نخست اینکه زن به معنای شهود، شعر و خیال بازی است. مرد به معنای خاص، نثر، منطق و فهم است. اینها نمادها هستند. مرد به معنای مهاجم است و زن به معنای پذیرندگی. پذیرندگی بالاترین مرتبه است. مرد به معنای منطق است. دلایل عقلی، تجزیه و تحلیل، فلسفه. زن یعنی دین، هنر شاعری، خیالبازی، روانتر و پرجنبشتر. مرد با خدا پیکار می کند. دانش عارضه‌ای کاملا مردانه است. مرد پیکار می کند، جان می کند، تلاش می کند، تسخیر می کند.
زن هرگز پیکار نمی کند. خوش آمد می گوید. انتظار می کشد. می پذیرد. الهیات مسیحی می گوید خداوند نخست مرد را آفرید. انسان بالاترین مقام را در قلمرو جانوران، اما در عالم بشری این زن است که بالاترین جایگاه را دارد. الهیات مسیحی این را مطلقاً اشتباه تفسیر کرده است. آنها این داستان را به طریقی افراطی مردانه توضیح دادند. آنها بر این باورند که مرد مهمتر است و همین سبب هم خدا نخست مرد را آفریده است. با این استدلال باید حیوانات مهمتر باشند، چرا که آنها پیش از مرد آفریده شدند. این منطقی گمراه است. به باور آنها یگانه حقیقی مرد است و زن تنها یک وابسته است. در آخرین لحظه خداوند دریافت که چیزی کم است. به همین خاطر چند دنده از مرد بیرون کشید و از آنها یک زن ساخت. به زن ارزشی خاص داده نمی شود. فقط یک همراه است تا مرد آرامش خاطر داشته باشد، وگرنه احساس تنهایی خواهد کرد. داستان چنان تفسیر می شود که انگار اهمیت زن از مرد کمتر است. فقط یک بازیچه است تا اسباب لذت جویی مرد فراهم شود، وگرنه تنها خواهد بود. خداوند مرد را بدان حد دوست می داشته که فکر کرده بدون زن مرد اندوهگین و تنها می ماند. نه، این حقیقت نیست. خیالبازی آنگاه پدیدار می شود که خواست و اراده پا پس کشیده باشد. همان انرژی که به خواست تعلق دارد به خیال پردازی واگذار می گردد و همان انرژی که تهاجم را می سازد به پذیرندگی و همان انرژی که پیکار می کند به همکاری واگذار می شود. همان انرژی که خشم را می سازد به همدردی. همدردی از دل خشم زاده می شود. خشمی ظریف است. سمفونی رفیعی است که از خشم بر می بالد. عشق از رابطه جنسی می دمد. بالاها را می طلبد، چرا که صیقل یافته است. خداوند زن را آفرید پس از اینکه مرد را آفریده بود. تنها بدین سبب زن از پس مرد می تواند آفریده شود. نخست باید انرژی خام آفریده شود. پس از آن است که می تواند صیقلی شود. نمی توان با انرژی ظریف آغاز کرد. این تمثیل حاوی یک پیام است. هر مردی پیش از آن که به چاکرای هفتم برسد باید زنانه شود. این کار در چاکرای ششم صورت می گیرد. در یوگا چاکرای ششم آجنا نام دارد. به معنای مرکز خاص و اراده است. آجنا یعنی نظم، سامان. چاکرای ششم نیرومندترین مرکز است و بسیاری در این مرکز درجا میزنند. در اینکه پیوسته با انرژی روحانی بازی میکنند و کارهایی ابلهانه میکنند. در مرکز ششم مرد باید به زن دگردیسی یابد و تمامی خواسته‌اش را بر یک چیز متمرکز کند. بر اینکه خود را به اراده خود تسلیم کند. خود را به اختیار واگذار کردن عالی ترین کار این جان است که با نیروی اراده و خواست ممکن می گردد. البته نه با نیروی اراده متعارف، بلکه با نیروی اراده‌ای که مرزهای متعارف را پشت سر گذاشته است. به طور متعارف انسان‌هایی که خود را تسلیم می‌کنند آدم‌های ضعیف تلقی می‌شوند. این تلقی عام که تنها انسان‌های ضعیف تسلیم می‌شود گمراه کننده است. تنها انسان‌های بسیار نیرومند قادرند خود را واگذارند. واگذاری خود توان می‌خواهد، توانی محکم. وقتی از سر ضعف خود را تسلیم می‌کنی، واگذاری تو کنشی بی‌معنا و بی‌رمق است.
وقتی در کمال توانایی خود را تسلیم می‌کنی، واگذاری تو معنا و مفهومی دارد. در مرکز ششم، آنگاه که خواست آخرین بارقه است، رها کردن خود ممکن می‌گردد. واگذاری خود از دل خواست و اراده بیرون می‌آید. خدا از درون مرد زن را آفرید. در مرکز ششم اگر از جراحان مغز بپرسید با من هم صدا خواهید بود. آنها میگویند که مغز به دو نیمکره تقسیم شده، مرد و زن. نیمکره راست و نیمکره چپ. نیمکره چپ مردانه است و نیمکره راست زنانه. نیمکره راست با دست چپ در ارتباط است و همین خاطر دست چپ مورد بیمهری قرار میگیرد. حتی لعن و نفرین می شود. دست راست با نیمکره چپ در ارتباط است و همین خاطر دست راست درست و دست چپ نادرست به نظر می رسد. این جهانی است که جهتگیری مردانه دارد. جهانی که بر آن مردان سروری می کنند. دست راست نمادی مردانه است. دست چپ نمادی زنانه. و مغز شما به دو نیمکره تقسیم شده است. یک شاعر نیمکره دیگری را به کار می‌گیرد تا یک منطقدان. شاعر زنانه است. تصادفی نیست که با نگاه به شاعر بزرگ زنانگی نیرومندی را در او می‌بینید. گیرایی، زیبایی، جاذبه، نیروی شگفت جذابیت، کاریزمای زنانه‌ای را در آنها می‌یابید. اگر به یک نقاش نگاه کنید او را اندکی زنانه خواهید یافت. لباس او، موهای بلند او، طرز راه رفتن او بیشتر زنانه است. آیا چیزی از بودیستاوایی شنیده اید که چینی ها او را کوائین نامیدند؟ در هند بودیستایی بسیار مهربان زندگی می کرده. راهبی بودایی. اما وقتی بودیسم به چین قدم گذاشت به نظر چینی ها عجیب می آمد که یک مرد در آن حد دلسوز باشد. به همین سبب آنها فکر کردند او باید زن بوده باشد و بدین ترتیب او را زن تصور کردند و قرنها به عنوان زن ستایش می کردند. این داستان معنای شگفت دارد. بودا بیشتر به یک زن شبیه است تا به یک مرد. سیمای او و گیرایی او. مرکز ششم خود را تسلیم کرده. منطق خود را به عشق تسلیم کرده. استدلال تسلیم احساس شده. خشونت خود را به پذیرندگی واگذار کرده است. تنش به همکاری دگردیسی یافته. اکنون دیگر جدالی میان جزء و کل در میان نیست. جزء با کل جاری است. جزء خود را رها کرده و کل او را در خود پذیرفته است. این معنای آن تمثیل مسیحی است که در آن خدا نخست مرد را آفرید و بعد زن را از مرد آفرید. از این طریق ویژگی‌های زنانه حرمتی عظیم را می‌طلبند. بر فراز مرد ایستادند. آنها از مرد نتیجه می‌شوند. آنها از مرد برمی‌بالند. و در هفتمین روز خدا استراحت می‌کند. آنگاه که به خانه می‌رسی چه کار دیگری می‌توانی بکنی؟ ساهاسرار مرکز آرامش است. آرامش مطلق. تو باز آمده‌ای. دیگر نیازی نیست جایی بروی. پایین‌ترین چاکرا مولادهار مرکز ناآرامی است. بالاترین چاکرا مرکز آرامش و میان این دو 7 مرتبه یا 7 مقوله قرار دارد. می‌توانی آنها را 7 رنگ بنامی. بله، انسان یک رنگین کمان است. یا می‌توانی آنها را بر اساس 7 تون موسیقی نامگذاری کنی. موسیقی شرقی صدا را به 7 تون رده‌بندی می‌کند. سا، ر، گا، ما، پا، دی، اچان، نای. اینها 7 تون پایه‌ای هستند. از این 7 تون پایه‌ای موسیقی ساخته می‌شود. سمفونی‌ها، آهنگ‌ها، همه آوازها و رقص‌ها. و یک نکته
توجه کن. 7 عددی بسیار بامعناست. و یک نکته دیگر، تا به زبان مدرن و امروز سخن گفته باشم، میخواهم این 7 مرکز را بدین طریق تقسیم بندی کنم. اولی را نافهم نامگذاری میکنم. نافهم به این معناست که فهم در خوابی عمیق است، مولادهار. در دسترس است، اما چنان خواب ژرفی فرو رفته که نمیتوانی به جایش بیاوری. در یک تخت سنگ خدا در خوابی ژرف است. در انسان اندکی بیدار است، فقط اندکی بیدار است، نه زیاد. در صخره در خوابی عمیق است و خور و پف می کند. اگر دقیق گوش بسپاری صدای خور و پفش را خواهی شنید. خور و پف خدای خفته را. به همین خاطر صخره‌ها چنین زیبا هستند، چنان سکوت ژرفی دارند، بدون ناآرامی، بدون نگرانی، جایی برای رفتن ندارند. این را نافهم می‌نامند. با مفهوم نافهم نمی‌خواهم بگویم که فهم ندارند. فقط مرادم این است که فهم خود را هنوز به نمایش نگذاشته. فهم در فرم دانه‌ای منتظر است. فهم خود را آماده بیداری می کند. فهم در حال آمادگی است. فهم استراحت می کند. دیر یا زود سپیده خواهد دمید و صخره به پرنده دگردیسی خواهد یافت و به پرواز در خواهد آمد و یا تبدیل به یک درخت خواهد شد و شکفتن آغاز خواهد کرد. موقعیت دوم را فهم ناآگاه می نامم. در درختان فهم وجود دارد، نه مثل صخره‌ها. خدای صخره‌ها اندکی متفاوت است، نه آگاهانه، ناآگاهانه. درختان احساس می‌کنند، نمی‌توانند احساس کنند که احساس می‌کنند، اما احساس می‌کنند. به تفاوت توجه کن. وقتی یک درخت را قطع می‌کنی، احساس می‌کند، اما نمی‌تواند احساس کند که احساس می‌کند. دریافتی آگاهانه هنوز در میان نیست. احساس وجود دارد. درخت حساس است و امروزه آزمایش‌های مدرنی نشان می‌دهند که درختان بسیار حساسند. این را من فهم ناآگاه می‌نامم. فهم آنجاست، شبیه به این که آدم در خواب باشد. فردا به خاطر می‌آورد که شبی زیبا بوده است. عمیق خوابیدم. خواب واقعاً عمیق بود. اما تازه فردا به خاطر می‌آوری و نه در حین خواب، پس از خواب به خاطر می‌آوری. با نگاهی به پشت سر. وقتی در خواب بودی، فهم آنجا بوده، اما در آن هنگام کار نمی‌کرده است. بعدها در نگاه به پشت سر است که کار می‌کند. صبح به خاطر می‌آوری که شبی زیبا داشته‌ای. شبی لطیف، مخملی، آرامشی و سعادتی ژرف. این همه را صبح به خاطر می‌آوری. موقعیت سوم فهم ناخودآگاه، فهم زیر آگاهی است. فهم ناخودآگاه در پرندگان است. در حیوانات مثل رویاهاست. در رویا اندکی آگاهی وجود دارد تا در خواب. بیاییم این گونه بیان کنیم. صخره‌ها در حالت کما هستند. صبح حتی نمی‌توانند به خاطر بیاورند که در خواب عمیق بودند. این حالت کماست. درختان در خوابند. وقتی بیدار می‌شوند به خاطر می‌آورند. پرندگان و حیوانات در رویا هستند. آنها به انسان نزدیک‌ترند. این حالت را من فهم ناخودآگاه می‌نامم. موقعیت چهارم را فهم خودآگاه می‌نامم. انسان در این موقعیت است. نه خیلی آگاه، فقط پت نور است. تنها موجکی خودآگاهی و تازه این هم آنگاه حاضر است که در مخاطره باشی. آنگاه که ناگهان کسی با دشنه‌ای قصد کشتنت را می‌کند، خودآگاه می‌شوی. بر چنین لحظه‌ای بیداری بزرگ حاکم است. شعور و روشنایی. فکر می‌ایستد. به شعله تبدیل می‌شوی. تنها در لحظات نادری واقعاً به خود آگاه داری. بیشتر وقتها چون خوابگردی در جنبشی.
شنیدم در شهر فرانسوی وینه به سال 1959 دو مرد سیاه‌مست به تصور اینکه دری به خیابان را باز می‌کنند که در واقع پنجره اتاقی در طبقه سوم است و دست در دست هم و آوازخوان به کف خیابان فرود می‌آیند. پاسبانی سر و صدا را می‌شنود و به کمک می‌شتابد. می‌بیند که آن هنوز در حال آواز خواندن می‌خواهند از محل حادثه با شتاب دور شوند. ظاهراً در حالتی بسیار هوشیارانه توضیح می‌دهند که پله‌ها را ندیدیم. آنها به وضعیت خود مطلقاً آگاهی نداشتند. اگر آگاه بودند احتمالاً می‌مردند. آنها آگاه نبودند، فکر می‌کردند فقط پله‌ها را ندیدند. و این موقعیت شماست. تقریباً کل زندگیتان به مانند زندگی مستان است. پیوسته سکندری می‌خورید، اینجا و آنجا، پله‌ای را اینجا و آنجا نمی‌بینید. کل زندگیتان چیزی به جز برهم انباشتن تیره‌بختی نیست. سکندری می‌خورید، همدیگر را هل می‌دهید. ممکن است نامش را عشق بگذارید، اما به هر سو که می‌چرخید همدیگر را هل می‌دهید. خود را تیره‌بخت می‌کنید. تنها خودآگاهی است که به خلسه می‌انجامد. خلسه در پی خودآگاهی می‌آید چون سایه. این موقعیت چهارم است که به طور متعارف انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند و می‌میرند. اسرافکاری صرف است. تخت سنگ‌ها را می‌توان بخشید، درختان و پرنده‌ها را، اما انسان‌ها را نه، چرا که شما می‌توانید در آنی به چنگش آرید. اکنون مسئولیت شماست که شکوفایش گردانید، بدان ژرفا ببخشید، محکمش بگردانید. به یک صخره نمی‌توانی بگویی تو به زیان رفتی، اما به یک انسان می‌توانی. انسان تنها حیوان آگاه به مسئولیت است. می‌توان از او پرسید و باید که پاسخ بدهد. این است معنای مسئولیت پذیری. روزی باید در مقابل خدا یا مرکز وجود و یا خود وجود پاسخگو باشد. چگونه به خطا رفتی؟ عناصر بنیادی برای شروع به تو داده شده بود. می توانستی بستشان بدهی. دانه به تو داده شده بود. باید شکوفایش می کردی. چرا حرامش کردی؟ این نگرانی انسان است. رنج و ترس و لرز او، چرا که انسان تنها حیوان این جهان است که توانایی در خلسه زیستن را دارد، که میتواند آگاهانه به سرخوشی دست بیابد. ساتیچانان باشد. میتواند حقیقت، خودآگاهی، سرمستی باشد، به اوجها برسد. موقعیت پنجم را فهم زیر ابرآگاهی مینامم. در مرحله چهارم فهم خودآگاه، خودآگاهی تو چیزی جرقه زن است، بسیار لحظه‌ای، بدون هیچ گونه ثباتی، می آید و می رود، از دایره توان تو خارج می شود. نمی توانی آن را به گاه ضرورت فرا بخوانی. همه دین‌ها هستیشان میان فهم خودآگاه و فهم ابرخودآگاه است. همه تکنیک‌های یوگا، به طور کل همه تکنیک‌ها کارشان جز این نیست که خودآگاهی را به ابرخودآگاهی تبدیل کند. گریجوف آن را یادآوری خویشتن می‌نامید. کبیر آن را یوگای سوراتی می‌نامید. سوراتی هم به معنای به خاطر آوردن است. مسیح همواره میگفت بیدار شوید، بیدار شوید، به هوش باشید. بودا میگوید هوشیار باشید. کریشنامورتی پیوسته درباره آگاهی سخن میگوید. 40 سال است که او درباره یک چیز حرف میزند و آن هوشیاری است. کل پیام یک واژه است. این واژه پلی است میان آگاهی و ابرآگاهی. وقتی خودآگاهیت در تو به عاملی باثبات تبدیل شده، به عاملی جذب شده و جا افتاده، به عاملی بلورینه شده و تو میتوانی روی آن حساب کنی، در این لحظه ضربه‌ای میزند. در این لحظه
نمیتوانی روی آن حساب کنی. تو به راه خود میروی، بسیار هوشیار و کسی به تو ضربه‌ای میزند. بیدرنگ خودآگاهی محو میشود، قابل اعتماد نیست. شخصی فقط یک کلمه به تو میگوید ابله و خودآگاهی رفته است. فقط کلمه ابله و خون جلوی چشمانت را میگیرد. آماده‌ای بکشی و یا کشته شوی. حتی آدم‌هایی که بسیار هوشیار و حاضر به نظر می‌آیند شاید تنها به این سبب هوشیار و آگاهند که به این موقعیت جا خالی داده‌اند. هوشیاریشان اصیل نیست. می‌توانی به هیمالیا بروی، می‌توانی بر یک بلندی بنشینی، کسی نخواهد آمد تا به تو ابله بگوید. چه کسی این زحمت را به خودش می‌دهد که بر بلندی‌های هیمالیا بیاید تا به تو ابله بگوید؟ طبیعی است که در آنجا آزرده نخواهی شد. وضعیت خودآگاهی تو بر قله‌های هیمالیا ارزش چندانی ندارد، چرا که در آنجا مورد آزمون قرار نمیگیرد. آنجا امکان ویرانیش وجود ندارد. به همین خاطر کبیر میگوید در جهان باش، پاره ای از جهان مباش، اما در جهان باش. در جهان زندگی کن. در وضعیتی کاملا طبیعی زندگی کن، آنجا که همه چیز تو را برمی انگیزد، که ناب خودآگاه باشی و هر چیزی به تو کمک می کند که هوشیار شوی. اگر این را درک کنی، به این معناست که جهان بزرگترین عامل یاریگر از جانب خداست تا تو را هوشیار کند. دشمن تو دوست توست و لعنت به معنای آمرزش است و عوامل نگونبختی به عوامل سعادت مبدل شوند. تنها بستگی به تو دارد. آیا کلید خودآگاهی را می‌شناسی؟ پس همه چیز را می‌توانی به طلا تبدیل کنی. وقتی کسی به تو توهین می‌کند، همان لحظه است که باید هوشیار بمانی. وقتی زن تو به مردی دیگر چشم می‌دوزد و تو خود را زخم خورده احساس می‌کنی، در آن لحظه است که باید بیدار بمانی. وقتی خود را غمگین، اندوه زده، افسرده احساس می‌کنی، آنگاه که فکر می‌کنی کل عالم در مقابل تو ایستاده، در همین آن است که باید بیدار باشی. وقتی شب تاریک در برت می‌گیرد، آن لحظه است که باید نورهایت را روشن کنی و همه این موقعیت‌ها نقشی یاریگر خواهند داشت. بدین سبب اصلاً به سراغت آمده‌اند. در مسیر گذار از فهم خودآگاه به فهم ابرخودآگاه، همه چیز به یوگا، به مراقبه، به نیایش، همه چیز به دانستگی تبدیل می شود. فهم زیر ابرخودآگاه پدیده‌ای جا افتاده و جذب شده است، اما تو آن را هر از گاهی گم خواهی کرد. به طور معمول نه در خواب، بلکه وقتی که بیداری آن را گم می‌کنی. فهم زیر ابرخودآگاهی به تو کمک می‌کند در حینی که بیداری و گاهی حتی در رویا خود را به خاطر خواهی آورد، اما نه در خواب عمیق. وقتی کریشنا در گیتا میگوید یوگی بیدار است حتی آنگاه که کل عالم در خواب است، به وضعیتی رفیع اشاره می کند که من آن را وضعیت ششم می نامم، فهم ابرخودآگاهی. پس در این وضعیت آدم بیدار است، حتی در خواب ژرف دانستگی بیدار است. این موقعیت ششم است و از این موقعیت به طور خودانگیخته به وضعیت هفتم برمی‌بالد. برای این گذار لازم نیست کاری انجام دهید. خب دیگه زمان به من اجازه نمیده که این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. اگر تونستید این کتاب رو پیدا کنید حتما تا انتها بخونید و از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.